دین یعنی خدا و رسول، بقیه همه اضافیه، بقیه رو مردم درست کردن. علی اصغری نبوده، بچه 6 ماهه گردن نداره، دلیل دیگه بر دروغ بودنش. شما به خاطر شهادت حضرت حسین خوشحال هستید و روزه نمیگیرید. این حسینی ها هیچ ارتباطی با اهل بیت رسول خدا نداره. تشیع با وسیله اولا یک حزب بود به نام شیعه علی، شیعه معاویه، بعدها باندهای شکست خورده خارج از اسلام اومدن از این اسمها سوء استفاده کردند و عقاید آبا و اجدادی خودشون رو به نام تشیع زنده کردند. تشنه نبودم، چنین چیزی نیست. ببین آدم تشنه هر ذره وجودش آب میخواد، نمیتونه جنگ کنه. اینا یک صبح تا ظهر جنگیدن، خوب جنگیدن، چند برابر خودشون کشتن. شیعیان علی هیچ کدوم به امامت معتقد نبودند، به اسمت معتقد نبودند. ای بابا، اینطوری که شما میگید یعنی چی؟ یعنی اینکه طرفدارای اهل بیت اسمت رو که قبول نداشتن، امامت هم که جز اعتقاداتشون نبوده، امام حسین هم که خودشون کشتن. یه دفعه بگید راجع به طرفدارای ابو سفیان و بچه‌هاش یعنی یزید و اینا دارید حرف میزنید دیگه. آخه یه کسی راجع به کشف جدیدش از یک مربع جدید حرف میزد، میگفت که مربعی که من کشف کردم به جای 2 تا قطر بی نهایت قطر داره تا دلتون بخواد، ضلع هم نداره. بعدن معلوم شد راجع به دایره داشته حرف میزد.